علیکم. همه اون تماشاگران، همه اون کسانی که ما رو میبینند و به کانال ما ابونه شدند. این یکی از کوه‌هایی که در بالای دهه ارغوان میباشد و این طرفش در طرف چپ ساله سنگبر میگن، طرف یوان همین طرف ها هست که ما از کمتر سیانکه میکنیم برای شما تماشا میکنیم. ما از کانال مسافر TJK مرحمت تماشا کنید. این کوه ها یک وقتا در این جاها دیها بود، دیهای سنگپر میگفتن شاید که پیش آدما زندگی میکردن. ما گرچه خردسال هم بودیم اون وقتا می آمدیم اینجا تماشا میکردیم. این کوه ها هم پر از پیسته و بادام و بعد هر خیلی درخت ها بود. حاضر همه خیلی نابود شدگی هیچی نیست. اینه که درها اگر دیدشته باشه این دیها پیشتر آدم ها رفتگی حاضر میگن که همونجا درخت های میوه‌داری چهارمغز و خرما و بعد چی میگن انجیر میباشه. حاضر ما همونجا میریم میبینیم. اگر همین راست باشد با ما از پیش شما را سیانکه میکنیم، روان میکنیم، تماشا میکنیم. همون دهه که هم یک وقتا سنگپری پشت این سنگپری پایان میگن سنگپری تا هم پایان. چنان که با ما گفتن که در اینجا درخت میوه‌دار بسیار انا خیلی درخت اولوچه انا توغدانه میگن انا این هم اولوچه پشت این درخت انجیر انا توت چیناری براند. حالا با ما دوام شو میبینیم که در اینجا ها کدام درخت ها با هستن. از بچه رو دیدین چه میدروه آزاد. در حقیقتا انجیر بوده است در اینجا. از ما با از پیشتر با در حقیقتا انجیر بوده است. چه که میبینید انجیر. دیدین چقدر بسیار. اینجا انگور بوده. درخت های بلند انجیر. خیلی موز کمتر کامera استوب میکنیم کمتر خریمه که چون که ما گفتیم با در اینجا درخت دیگر هست. درخت خرما که حالا وقت هست برای پختنش. بینید که این هم یک چه بگیم معجزه خدا که در یک کوهی که در اینجا نه آب است نه هیچ است، همینجا همین درخت ها سبز سیدن میوه میدن. ما با درخت چهارمغز انگور
اینم انجیر. انجیر به حد بسیار. اینم خرما. این درخت بعضی ها سنجید میگن، بعضی با یک نام دیگر میگن. ایادم داماد بینه. انا بینیم بچه ها که خرما در همجا باز سرخ نشده کو اینجا شیرینه. دوزده سیم شد با بدونه هم ده. نه دونه داشته. این بچه ها گر خودی چه پیشاله اومده دیدسی؟ این میوه خدا داده همه زیادی میکنه اینشو. خداوند هم برکت داده که هم درخت سیب. خلاصه همه درخت ها هست. از خانه های سال پیشترت سیانکا میکنیم بود میبینی. اولوچه زرد. این درخت سیب. دست بچکو تماشا ببینیم که ما در بین 10-15 minut هم 2 پاکت انجیر. مرحمت کدوم اینجا رو میدونن. مرحمت انجیر خری چند قدره که خوین همه قدر بسیاره. درخت سیب، انجیر، خرما. مرحمت اومده خوریتان چند قدره که برادران ما اینجا میبریم اکن مایده به طرفی بالا خمیدنش خمیدیم اکن برامدنش با فکری کنیم من جوی آجا گفتیم آب نیست. آب داشت آب سامپای بولو بود برای سیون کم زوره اکنون خانه هایی که پیش وقت زندگی میکنم مردم ما مثلا یک خانه ها رو سیون کنم صدمه خویم خانه هایی که پیش مردم در اینجا زندگی کردن. یعنی اینجا هم درخت خرما. یعنی اینجا خانه هایی که مردم پیش زندگی کردن در اینجا ها. افغانستان شما اینجا سرکی گوسفند چوپانو. انا که ما چیکار کرده انا همین کره برامدن ما در کار انا همون سری بلندی بالای انا هم بالا. خیلی کدام که کانال ما رو تماشا میکند مرحمت اگر معقول شدگی باشد اینجاها کدام این جو رو میدونند مرحمت بیاد تماشا با میوه میخرد در وقتش بیاد. اگر میگه کدام نمیدوند کلاس خود را فراموش نکنید. لایک خود را فراموش نکنید. خیلی بچه های تماشا بین